خب اومدیم با ویدیوی دوممون. امیدوارم که از ویدیو اول راضی بوده باشید. 5 تا فیلمی که مطمئن اگر نبینیدش پشیمون میشید و لینکشو میذارم این بالا. خب حالا ویدیوی دوممون راجع به چیه؟ سریالای مشابه اسکوید گیم. مطمئنم که اسکوید گیم رو دیدید و طرفدارش هستید وقتی که اومد و فصل دومش قراره همین امسال بیاد. اگر اشتباه نکنم 6 دی 1403 که همین امساله قراره منتشر بشه. حالا میریم برای معرفی این دوتا سریال جذاب که مطمئناً ازشون قراره خوشتون بیاد. اول بگم بهتون که دوتا سریال هم از همون آسیای شرقیه ولی با یه تفاوت. یکیشون از کره است و یکیشون از ژاپن. اولین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی از فیوریت‌های خودمه. آلیس این بوردرلند یا آلیس در سرزمین‌های مرزی. حالا بهتون بگم که 2 فصلش اومده و فصل سوم هم ترجیحاً میتونیم بگیم تمدید شده و قراره بیاد. حالا داستانش چیه؟ داستانش راجع به 3 تا دوسته که خیلی رندوم توی خیابون دارن راه میرن و سر صبح یه حالت یه هرج و مرج خیلی کوچیکی توی شهر به وجود میارن که باعث ترافیک میشن و بعد پلیس میفته دنبالشون یا همون آگاهی که اونجا هستش میفته دنبالشون. اینا ستایی با هم دیگه میرن داخل یه دستشویی توی مترو قایم میشن. یهویی برق میره و وقتی از دستشویی خارج میشن متوجه میشن که کل شهر خالیه. چندین ساعت دنبال مردم میگردن که اینا چی شده، چه اتفاقی افتاده. مثلا شاید یه اتفاق اضطراری افتاده که کل شهر رو تخلیه کردن و متوجه میشن که نه فقط خودشون 3 تا و داستان از همینجا شروع میشه. و کل این سریال روی محوریت شخصیت آلیس یا همون تو سریال هم میگن آریسو اگه اشتباه نکنم که به ژاپنی همون آریسو بهش میگن. سریال دومی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال The 8 Show یا نمایش 8 که محصول کره هستش و سال 2024 اومده. همین 2-3 ماه پیش توی همین 2-3 ماه اخیر اومده و تقریبا میشه گفت ترند شده بود و کولاک کرده بود. فصل دومش تایید نشد چون نسبت به اندینگی که داشت میتونم بگم که همون تک فصل براش کافی بود چون که کل داستان رو جمع کردش. خب حالا داستانش چیه؟ داستان حول محوریت یه پسری که از قرض و بدهی‌ها خسته شده و میخواد خودکشی کنه ولی یه حالتی مثل اسکوید گیم یه ماشینی میاد دنبالش رو تا یه جایی میبرتش. وارد یه اتاق یا وارد یک حالت سیرکی میشه، یه جایی که نمایش اجرا میکنن، تئاتر یا همین چی حالتی. اونجا چند تا کارت میبینه. چند تا از این کارت‌ها رو برداشته بودن، یعنی کلا 8 تا کارت وجود داشت و چند تاشو برداشته بودن. یکیشون رو به شانس برمی‌داره و داستان از اونجا شروع میشه. وارد یک حالت شهر بازی یا یک حالت شهر درست کردن وارد اونجا میشه و داستان از اونجا شروع میشه که حالا چجوری باید این بازی رو ببره و از اونجا بیاد بیرون. و حالا به این مقایسه می‌رسیم که کدوم رو بهتر بوده و کدوم رو من خودم به شخصه بیشتر دوست داشتم. من خودم به شخصه آلیس این بوردرلند یا آلیس در سرزمین مرزی رو خیلی بیشتر دوست داشتم. شاید به خاطر هیجانی که داشت و شاید به خاطر پلات و داستانی که داشته منو بیشتر به خودش جذب کرد که توی زمان کمتری تمومش کردم. خب این بود از ویدیوی دوممون. امیدوارم راضی بوده باشید. اگر چیز خاصی مد نظر دارید لطفاً توی کامنت ها ما بگید. لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینو واسه دوستاتون بفرستید شاید اونم لازمشون بشه. میبینمتون، دوستتون دارم.